بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، یک چند آفتها و بیماری های زبان. یکم، دروغ گفتن. دویم، غیبت و سخنچینی، خواه با زبان خواه با اعضاها، یعنی با اشاره قاش، دست و غیرها. کسی را پس زدن، عیب جویی کردن و خبرکشی نیز غیبت و سخنچینی حسابیده می شود. سیوم، فاش کردن سیر. زیر این عمل دریچه برای جدا ساختن و اختلاف انداختن بین انسان ها می باشد. چهارم، دشنام دادن و لعنت کردن. پنجم، در هر موضوع بیفایده سخن کردن. ششم، بحث و مناظره و کشمکش های بیهوده که نه فایده بدین بیارد و نه به دنیا. هفتم، گواهی دروغ دادن. هشتم، رنجانیدن کمبغلان و بیچارگان و یتیمان و تلبندگان. نهم، بعد یاری دادن منت کردن. دهم، طعنه زدن به نسب انسانها. در پهن کردن نوارهای خیر سهم خود را گذارید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.